تصاویر تازه از باردار شدن آریانا سعید، هنرمند مشهور کشور. آریانا سعید ستاره ماندگار در هنر موسیقی افغانستان سال روز تولد نامزدش را با شکوه جشن گرفت. مژده باردار شدن عجیب آریانا سعید و دوری کوتاه مدت آریانا سعید از هنر موسیقی موج انتقادات را به همراه داشت. آریانا در دبی مصروف چیکار باری است و گفتنی های تازه آریانا سعید برای تمامی دوستداران و طرفدارانش. آریانا سعید رقابت عجیبش با غزال عنایت. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک از شما دوستداران نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست دارید کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب رو فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. آریانا سعید، هنرمند محبوب، ستاره ماندگار، یکی از هنرمندان پاپ استار افغان که همیشه کارهای هنریش موج حمایت ها را در میان مردم افغانستان دارا بوده است. آریانا سعید، ستاره ماندگار موسیقی افغانستان، در مدت خیلی کوتاه لقب ملکه دلها را از طرف دوستداران و طرفدارانش کسب کرد. این هنرمند هنر موسیقیش از مرزهای افغانستان عبور کرد. هنرمند بین المللی افغان حساب می شود. آریانا در کشور امریکا زندگی می کند، اما به خاطر کارهای موسیقیش در ترکیه و دبی است. تازه تصاویرش در صفحات مجازی دست به دست می شود که وی باردار شده است و مژده باردار شدنش را برای دوستداران و طرفدارانش بیان کرده است. این هنرمند سرشناس و محبوب افغان عاشقانه هنر موسیقیش را پیش میبرد. من آرزوی خوشبختی، موفقیت و سعادت برای آریانا سعید با اسیب سعید نامزدش از بارگاه عزت الله ازال تمنا دارم. عزیزان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، اگر دوست دارید عضو کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. تا درود دیگر، شما خوبان را به الله منان امانت گذاشته موفق کامیاب باشید.